کیلو بودی به دنیا اومدی سر سفره پدرت خوردی شدی 85 کیلو. بهش نمیگی سفره دار. 2 بار بردن 2 تا تپک خوردی استوری میکنی داداشم سفره داره. وقتی میخوای کار با موبایل و ابزارهای جدید رو به پدرت یاد بدی کلافه میشی. یادت رفته چجوری بهت یاد داد که برای غذا خوردن از قاشق استفاده کنی وقتی داشتی با دست غذا میخوردی؟ به نظرم شوالیه واقعی زندگی هر انسانی پدرشه. مفهوم اصلی به نظر من گذشت پدر است. کار میکند حتی ذره‌ای برای خود بر نمیدارد. این میشه من میتونم قسم بخورم پدرها 5% زحمتشون برای خودشون بر نمیدارن، همه‌شو برای خانواده دارن خرج میکنن. اون وقت زن یه کاری میکنه یه ارثی بهش میده طلایی میگه پول خودمه پول باشه پول تو همش برای تو. داداش هم داده باشه داداش داده برای تو برو استفاده کن با بچه‌هات. ما که تمام زندگی گذاشتیم چی؟ آقا 13 تومن 14 تومن حقوق میگیره 12900 برای بچه‌ها 100 تومن میخواد 100 تومن میخواد 100 تومن. بیرون ساندویچ خورده یک ماه مؤاخذه شد ساندویچ برای چی میخوری؟ ساندویچ برای گشنه بمون بربری بخور 5 تومن. این گذشت نیست، این انسانیت نیست. باباها رو اذیت نکنید. بابا خیلی مرده. هیچ وقت بابا رو نشکنید. بابا همه چیش قشنگیش به غرورش.